تاریخ سوریه یکی از پیچیده‌ترین و پرفراز و نشیب‌ترین تاریخ‌های خاورمیانه است. این سرزمین کهن با تمدن‌های باستانی و موقعیت استراتژیک خود همیشه نقش مهمی در تاریخ منطقه و جهان ایفا کرده است. در ادامه مروری بر تاریخ سوریه از دوران باستان تا امروز خواهیم داشت. تمدن‌های نخستین از سالهای 3000 تا 1200 پیش از میلاد شکل گرفتند. سوریه یکی از مهدهای اولیه تمدن انسانی است. شهرهای چون اوبلا و ماری نشان دهنده تمدن‌های پیشرفته هستند که در این منطقه شکل گرفتند. این سرزمین بخش از تمدن سومر، اکد، بابلی‌ها و آشوری‌ها بود. در غرب سوریه، فنیقی‌ها در امتداد سواحل مدیترانه مستقر شدند و در تجارت و دریانوردی به شهرت رسیدند. زبان آرامی که بعدها زبان مشترک منطقه شد، توسط آرامی‌ها توسعه یافت. سوریه در طول تاریخ به تناوب تحت کنترل هیتی‌ها، مصری‌ها، آشوری‌ها، بابلی‌ها، هخامنشیان و سپس اسکندر مقدونی قرار گرفت. پس از مرگ اسکندر، سوریه تحت حاکمیت سلوکیان از 312 الی 64 قبل از میلاد قرار گرفت و شهر انطاکیه در ترکیه امروزی به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و سیاسی شکل گرفت. بعدها این سرزمین بخشی از امپراتوری روم و سپس امپراتوری بیزانس شد. سوریه یکی از نخستین مناطقی بود که مسیحیت در آن گسترش یافت. شهرهای انطاکیه و دمشق نقش مهمی در تاریخ اولیه مسیحیت ایفا کردند. در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب، سوریه به دست مسلمانان فتح شد. دمشق به مرکز خلافت اموی تبدیل شد و یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای جهان اسلام شد. پس از سقوط امویان، عباسیان دمشق را به حاشیه بردند و بغداد را به عنوان مرکز خود برگزیدند. بعدها صلاح الدین ایوبی از دمشق به عنوان پایگاه برای مبارزه با صلیبی‌ها استفاده کرد. در قرن 13 میلادی سوریه مورد حمله مغولان قرار گرفت، اما مملوکی‌ها توانستند این منطقه را بازپس گیرند. سوریه در سال 1516 به امپراتوری عثمانی پیوست و برای حدود 400 سال بخش از این امپراتوری بود. در این دوران دمشق اهمیت خود را حفظ کرد، اما به طور کلی سوریه تحت حاکمیت عثمانی به یک استان حاشیه‌ای تبدیل شد. پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سوریه تحت قیومیت فرانسه قرار گرفت. مردم سوریه به شدت با استعمار مخالفت کردند و جنبش‌های استقلال طلبانه شکل گرفتند. پس از سالها مبارزه، سوریه در سال 1946 میلادی استقلال خود را به دست آورد و به یک کشور مستقل تبدیل شد. سوریه در دهه‌های نخست استقلال شاهد کودتاها و تغییرات مکرر در دولت بود. در سال 1963 میلادی حزب بعث سوریه به قدرت رسید. در سال 1970 حافظ اسد طی یک کودتا کنترل کشور را به دست گرفت و تا زمان مرگش در سال 2000 بر سوریه حکومت کرد. پس از حافظ اسد، پسرش بشار اسد به قدرت رسید. حکومت او با اعتراضات داخلی و تنش‌های بین المللی همراه بود. در سال 2011 میلادی تحت تأثیر بهار عربی اعتراضات علیه حکومت بشار اسد آغاز شد. این اعتراضات به سرعت به یک جنگ داخلی تبدیل شد. جنگ داخلی سوریه باعث کشته شدن صدها هزار نفر و آواره شدن میلیون‌ها نفر شد. این جنگ با حضور گروه‌های مختلف از جمله داعش، جبهه النصره و مداخله نیروهای بین المللی چون روسیه، ایران، آمریکا و ترکیه پیچیده‌تر شد. با وجود کاهش نسبی درگیری‌ها در برخی مناطق،
سوریه همچنان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی روبروست. در نتیجه، تاریخ سوریه بازتاب از تنوع فرهنگی، مقاومت و تحولات بزرگ منطقه‌ای است. این سرزمین که روزگار مرکز تمدن‌های بزرگ بود، امروزه همچنان نقش مهمی در تحولات سیاسی خاورمیانه ایفا می‌کند.